دادگاه شهر استرافشان در پی قضیه جنجال ساکنان دهه لکت با میلیساها 4 ساکن این دهه را از 2 سال و 6 ماه تا 3 سال روانه زندان کرد. 2 نفر دیگر را از 6 ماه تا 1.5 سال شرطاً از آزادی محروم نموده است. در این باره نزدیکان محکوم شدگان خبر دادند. مقامات در این باره خاموشی را اختیار کردند. یکی از نزدیکان محکوم شده ها در صحبت با آزیا پلیوس گفت حکم سود 1 ماه قبل یعنی 7 سپتامبر سال روان صادر شده است، ولی مقامات به هر رو میخواهند حکم دادگاه را پنهان دارند. از جمله کوشش‌های آزیا پلیوس برای دریافت نسخه حکم سود و یا تصدیق آن از مقامات از جمله دادگاه شهر استرافشان و دادگاه ولایت سوخت به نتیجه انجام یافت. نزدیکان سودشونده ها امروز 4 اکتبر در صحبت با آزیا پلیوس گفتند بر اساس حکم سود جمال الدین رحمتوف 3 سال، دهقان عبدالصمدوف، برهان تردیف و تلنت محمد قلوف 2 سال و 6 ماه روانه زندان گردیدند. این چنین دادر جمال الدین رحمتوف غیرت رحمتوف با پرداخت جریمه 1 سال و 6 ماه و اسفندیار اورنبایف 6 ماه شرطاً از آزادی محروم شدند، گفت منبع آزیا پلیوس. همصحبت آزیا پلیوس همچنین پرداخت جریمه رحمتوف را نگفت، ولی افزود با گذشت 1 ماه از صدور حکم دادگاه پیوندان محکوم شدگان به زینه‌های بالای دادگاه شکایت کساسانی نبردند. همین طریق موقع سودشونده‌ها و نزدیکان آنها در رابطه با حکم دادگاه معلوم نیست. قبلا در پی این قضیه مقامات از بازداشت 5 نفر خبر داده بودند. یادآور می‌شویم که حادثه مناقشه ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با میلیساها 31 ماه سال 2023 رخ داد. سبب حادثه گوناگون شرح داده می شود. نخست ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت با نشر نوار گفته بود که ساکنان دهه لکت شهر استرافشان کارمندان میلیسا را هنگام تحقیق یک خبر اپراتیوی لطوکوب کردند. بعدا 3 آگوست احمد مامورزاده رئیس شهر استرافشان حادثه مذکور را شرح داد و گفته بود که سبب اساسی آن معرکه دعوت به ارتش بود. پیوندان ساکنان بازداشت شده حادثه را به طور دیگر شرح میدن و میگویند کارمندان میلیسیا دختر نابالغ را به ماشین خود سوار کرده به صحرا بردند و نسبت او رفتار ناشایسته کردند. پس از فریاد دختر ساکنان اطراف به نزد ماشین جمع شده از کارمندان میلیسیا شرح حادثه را طلب کردند و قضیه به مناقشه پیچیده است. در همین حال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی گفت 14 آگوست سبب مناقشه مذکور را مانعی ایجاد کردن برای نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی نامید. همین طریق فرقت خواجه‌زاده داستان ولایت سوخت ضمن نشست مطبوعاتی گفت دختر نابالغی که گفته می شود باعث مناقشه میان کارمندان میلیسا و ساکنان در دهه لکت شهر استرافشان شده است، در عملیات جلب جوان به ارتش اشتراک داشته است. کارمندان اپراتیوی گویا میخواستند توسط آن دختر جوانی از خدمت حربی سرکشیده را دستگیر نمایند.